یک بزرگی به دست از بنی اسرائیل قصه میکنن، عصرهای پیش زندگی میکرده است. در شهر از بس که مردم فاسق و فاجر در شهر زیاد بودن، بیچاره یک روز پیش خدا التجا میکنه که پروردگارا من در اینجا به طوری باید شاید عبادت ترا کرده نمیتونم، همین مردم فاسق و فاجر مانع میشوند. یک بدبخت زیناکار را میبینم تا خیلی مدت غمگین اندوهگین میشم، یک آدم بینماز را میبینم تا خیلی وقت در فکر او میغلطم، من نمیتونم که با تو خلوت کنم پروردگارا، نوعی که از این مردم فاسق دور بغلطم، در تنهایی عبادتی ترا کنم. قصه کوتاه، یک روز که جای سفر میکرده است در کشتی سوار میشود، کشتی در گرداب میغلطه، در گرداب میغلطه، سرنشینای کشتی همه غرق میشوند. خدای تعالی همین راهی و عالم نجات میده، هر یک تخته شکسته همو کشتی میچسبه، پروردگار همو را به توسط شمال میاره، در یک جزیره میبرورش، یک جزیره ای که مسافش 100 زیرا در 100 زیرا بوده است، 100 گز در 100 گز، پهمیشم و درازیشم، در بین بحر شور، در میان همو سنگ یک چشمه که آب شیرین جاری، در لوی چشمه یک درخت انار سبزیدگی، میآید سایه همو انار را میگیره، گرسنه مونده بود در او تو از غرق نجات میشوه که خیلی انرژی صرف میکنه. میبینه که در تنه در انار یک درخت، یک در درخت یک اناری سبزیدگی، انار را میشکنه میخورد، از آب استعمال میکنه، بعد به عبادت خدا مشغول میشود. همه یک کپچک میکنه از برگای درخت، 500 سال در سایه همو درخت عبادت خدا را میکنه، ای همه دو فقط به عبادت خدا مشغول. 500 سال مردم پیش عمرش دراز بود، کم عمرترین مردم اینمی عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اینمی خلق آخر زمان. حتی روایت میکنن یکی از صحابه پیغمبر بوره در یک جزیره میغلطه، یک کمپیرک هم میبینه که گریه داره بالای سری فرزندش، بچمای پیشش میاد میگه ماما، میگه بچه چند ساله بود؟ مرد. میگه 300 ساله. سبحان الله، میگه ای تو 300 ساله را میگه جوانمرد شدی بچه ما 60-70 سال عمر میبینیم، میگیم خیلی عمری دراز دیدیم، این نخود در 300 بگوی جوانمرد شدی، خدا چند ساله ای؟ میگه خودم 500. و میپرسش نخواه همه عمری شما میخواه کم باشه؟ بله میگه ماما، دراز عمرترین ماما 70-80 عمر میبینن، نباشه اکثریت در همی 40-50 دنیا میگذرن میرون. آبا میگه همه عمری اندک کرایی میکنه که با تو سفر کنی و وقت بگذرونی. قسم به خدا اگر عمری ما 60 سال 70 سال میشید سر ما ای سجده الهی نمیبرداشت. میگه کمپی را بینه، همین مردک هم از بنی اسرائیل 500 سال عبادت میکنه. وقتی که مردنش نزدیک میشه، مردنش اولیاء الله احساس میکنه، دعا میکنه که پروردگار رو در وقت سجده جان ما قبض کن، تا اینکه فردا روز قیامت وقتی که بنده ها حشر میکنی من ای سجده بخیزم. در همین وقتی سجده بود که عزرائیل جانش قبض میکنه. در خبر است که وقت فردا روز قیامت خداوند حشر میکنه بنده هاشم، با این مرد عبید مراجعت میکنه که تو بسیار مرد صالح بدی، خدا ترس بدی، نماز خوان بدی، بیا با فضل من داخل جنت شو. این فضلش با قول امروزه چهره قطعی بیا بدا. این عبید میگه پروردگارا چرا با فضل؟ آخه با فضل همون گناهگارا هم داخل جنت میشوند. با فضل میبینم بعض بینمازا هم داخل جنت شدستیان. من میخواهم به عدل بدرم، به حقیقت بدرم. آخه من غیر عبادتی تی یگان کار دیگه نکردم، با یگان عمل دیگه مشغول نبودم، نخواهم هم با چهرهز بدرم. حضرت خداونده میگه بسیار خوب، کب بکشینش یک در ترازوی اعمال عملاش بگذاره. در یک پله ترازو 500 ساله عبادت عبیده میمونن، در پله دیگرش
فقط شکرگزاری ده چشم بینا را، ده چشم بینا. 500 ساله عبادت شکری اما بیناییش نمیشه، شکری ده چشم بیناش نمیشه. پروردگار میگه اکبری در دوزخ برتوینش. حالی این شکری به گوش شنوا و او زبان بلبل گویا و او قلبی از محبت خدا مالامال یو همش موندگی های. حالی شکرگزاری این چندین هزار اعضای بدن سالمه که خدمت او را میکرد، این ناسپاس انا را میزد خواب میکرد، بیچاره معده او را حل میکرد، هضم میکرد، سفیده استخراج میکرد، خون استخراج میکرد. همه ای را اگر حساب و کتاب کنیم، شکرگزاری این دندانایی که طعام میخویدی میده میشید، شکرگزاری اون لعابی را که ایزری زبانت آب میبروره تا اینکه لقمه تر شوه، اگر اون لقمه خشک در حلقت بروه هم حلقه میدرونه. حالی یوش حساب و کتاب نکردیم، برای در دوزخ پرتوینش. بعد گریه و نولده میزنم، پروردگار عفو توبه کردم با فضلت بگی. بعد میگه هی عابید، ترا که عابید کرد؟ آخی در گرد دی قدر فاسقا زیاد بودن، ترا که در همین راهی مستقیم هدایت کرد؟ میگه پروردگار تو. آخی میگه خونه سوخته کشتی غرق شد، این قدر جوانای با قوت، این قدر مریکا همه بحر در غرق شدن رفتن، تو یک آدمی فرتود چه خیل نجات یافتی؟ تو آوازی را نمیتونی، کی نجات داد؟ میگه پروردگار تو. در یک جزیره که 100 زیرا در 100 زیرا یک تخت سنگی، این آب شیرین کی جوری کرد؟ میگه پروردگار تو. آخی میگه ای جوانمرد، کدام درخت هر روز میوت میکنه؟ این درخت ها موسمی هن، یک موسم پزنه به خشک میشود، هر روز در او درخت انار را کی میسوزان؟ میگه پروردگار تو. آخی همه را که من کرده باشم تو چی دعوا میکنی؟ همه از من بدست و برای چی میگم که با فضل ما داخل جنت چند میدرود؟ پس این هدایتی که ما و شما یافتیم، راهی مسجد خداوند برامون نشان داده است، در قلب و محبت نماز جا کرده است. قسم به خدا نعمت است که اگر تمام عمر شکرگزاری نعمت خدا را کنیم، ای هزار یک شکرش عدد کردن نمیتونیم. به قدر این نعمت باید برسیم برادر عزیز. قسم به خدا بسیار نعمتی بزرگ است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همراه اصحابش نشسته بود، حدیث امام مسلم روایت کرده است. گفت ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من الجنه و مقعده من النار. آگاه باشید گفت ای مسلمان ها، هر کدام شما علاقه جات و تعیین، نام جنتی ها در صفحه جنت و نام دوزخی ها در صفحه دوزخ علاقه نوشتگی معین علاقه. صحابه گفتند یا رسول الله افلا نتکل علی کتابنا و ندع العمل؟ ای پیغمبر خدا گفتند در این صورت عمل چی لازمه؟ توکل به خدا میکنیم، مادام که جای همه معلوم باشه همین توکل به کتاب ما میکنیم، دیگه عمل نمیکنیم، از این عمل چی فایده نباشه؟ حضرت گفت اعملوا فکل میسر لما خلق له. شما عمل کنید، گفت با هر کس همه عمل میسر می شود که خداوند از برای او خلقش کرده است. فمن کان من اهل السعاده فییسر بعمل اهل السعاده. هر کسی را خدای تعالی جنتی خلق کرده باشه، با او عمل جنتی ها میسر می شود. وقتی نماز شد بی طاقت می شود، علم دسترخوان پرناز نعمت می پرتویه و میگه عبادت خدا از همه اولاتر است و مسجد میشید. کسی را خدای تعالی جنتیش نوشته باشه، از فسق فساد نفسش باز میداره. جوان است، یک دخترک وقتی گپش میپرتویه ترس خدا در قلبش میافته و میگه خدا نگه بداره، حالا انشالله پدرم که زنم داد بعد به مرادم میرسه. و من کان من اهل الشقا فییسر بعمل اهل الشقا. اما هر کسی را خدای تعالی دوزخی خلق کرده باشه، بعد انم نمازش دعوت بکنن، امروز پگرد میکنن، دلش میل به سوی شراب میکنن، دلش میل به سوی زنا میکنن.
یک برادر یک روز نصیحت کردیم که ای برادر غیبت نکن، غیبت حرام ای، غیبت خوردن گوشت برادر مسلمان ای. خدای تعالی در قرآن صراحتا این حرام حکم کرده است. گفت حضرت میدونم که غیبت حرام اینه که خونه سوخته دل آدم روشن میکنه، غیبت دل آدم روشن میکنه. خاک در همون دیده گفتم که غیبت او را روشن کنه. دل مسلمان باید سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر روشن کنه. او دلی که به غیبت روشن میشه او دل مؤمن نیست. ولی دیر نشید از توبه که چرا پروردگار غیبتی را که گناه کبیره است، عمل دوزخی است، اینقدر من معتاد هستم به او، عادت دارم، زبان ما از غیبت بسته نمیتونم. پروردگارو چرا این شراب حرامه که تو حرامش حکم کرده، بر 10 وجه برای عرق لعنت گفته، دل من میکشه و میخرم. ولی که دیر نشید از توبه که به افاقه بیو، زیرا این دنیا زمین کشت آخرت های، بعد دیگه پشیمانی فایده نمیکنه. حضرت مولوی رو قصه میکنه. آن یکی آمد به پیش زرگری که ترازو ده که بر سنجم زره. یک مسافر نزد یک زرگر می آید. زرگر هم میدونی اوخی، زرگرها ترازوهای مخصوص دارن، گرم اوس مثل کرات حساب میکنن، چند کرات. این کراتش هم قیراتی خدمونه، قیرات بسیار یک وزنی اندک های، چندین قیراتش با 1 گرم میشود. میایم میگه زرگر که برادر ترازو تبتیق طلا دارم، همه طلا ما بسنجم که چند گرم های چند خواهد. گفت خواجه رو مرا غلبیر نیست. گفت میزان ده بعد این تسخر ما ایست. گفت برادر برا که من علاق ندارم. گفت من ایتا ترازو پرسیدست مسخره بازی نکن، علاق تای سرد مونا ترازو را بتیم. گفت جارو به ندارم در دکان. گفت بس این مضاحک را بمان، من ترازویی که می خواهم بده، خیشتن رو کر مکن هر سمجه. مسافر قرش کرد، خونه سوخته. گفت کری دیوانه ای تو چی؟ من ایتا ترازو میپرسم میگوی علاق ندارم، جاروب ندارم، میمون بازی نکن بته کیلوها ما بسنجم برم ای پشتی کارم. گفت بشنیدم سخن کر نیستم، تا نپنداری که به معنیستم. امرده گفت اوسته نه درون من کر نیستم، میفهمم گفتا. این شنیدم لیک پیری مرتعیش، دست لرزان جسمی تو نامنتعیش. شنیده استم گفتا نه که ببینم که آخی تو پیر شدگی، دستات می لرزه، دست اختراح گرفته نمیتونی. وقتی 30 سال که حد گذشت، بعد او ایستامو عصبا ضعیف میشوند دیگه، آدم دست خیشت اداره کردن نمیتونه، دست میلرزن. آن زری تو هم قرازه خورد و مرد، دست لرزد پس بریزد زری خورد. طیلات هم ببینم رنگ قمه، طیلایی که ای او بگیرنش عادتا بسیار میده میشه و ریزه میشه. خدای نکرده در ترازو میگوی بریزمش که دستت میلرزه، طیلاها را در روی زمین میچشونی. پس بگویی خواجه جارو بیار تا بروبم زر خود را در قبار. و میگوی اکبر یک جارو بیارده طیلا ما بروبم بگیرم. چون بروبی خاک را جمع آوری، گوییم غلبیر خواهم ایجن. خاک که رفتی گرفتی در سر دیلت میزنی آخی خاکا. میگوی اکبر یک علاق بیارده ببیزمش. منزی اول دیدم آخر را تمام. من همین اول اندیشه را کردم که حتما همی خیل میشه. منزی اول دیدم آخر را تمام، جای دیگر رو از اینجا و سلام. برای پناه به خدا گفت که جای میره کسی ترازود میتبه نمیتونه. و حضرت مولوی شرح میته شعر با شما را نصیحت میکنه، مغزی گفا میگه. ز ابتدای کار آخر را ببین، تا نگردی تا پشیمان یا امیدی. ای همه روز آخری کار تا اندیشه کن تا اینکه با پشیمان نشوی. حتما پشیمان بشی. حتی اهل جنت
بر همون ساعتی که در دنیا بر اونا میگذره و در همون ساعت ذکر خدا را نکردیان پشیمانی میکنن، چه برسه بر این دوزخی ها. ز ابتدای کار آخر را ببین، تا نگردی تو پشیمان یوم دین. هر کسی را بهر کار ساختن، میل آن را در دلش انداختن. خدای تعالی هر کسی را برای کار ساخته است، جنتی ها را برای جنت و دوزخی ها را برای دوزخ. گر ببینی میل خود سوی سما، گر ببینی میل خود سوی سما، بال میزن مثل آن مرغی هما. اگر ببینی که میل محبتت به سوی اسلام ای، به سوی آخرت ای، به سوی نماز ای، به سوی روزه ای، خشا به حالت در راه درستی، راه درستی. متاسفانه منافقا میگن که کی رفت به دوزخ، کی آمد ز بهشت. کسی به دوزخ جنت نرفت است مگر پیغمبرها را بعضش خدای تعالی جنت از دوزخ نشان نداد؟ مگر پیغمبر امام محمد صلی الله علیه و سلم خداوند نبرد هم دوزخ هم جنت نشان داد تا برای ما و شما بیانش کنه؟ مگر خدای تعالی در قرآنش وصف جنت و دهشت دوزخ بیان نکرده است؟ کسی همین گپ میگه نعوذ بالله خوف کفر بر او مرد میروه، خوف شرک میروه. انا عملت بیانگر تای، از کجا میدونی او چی کسی؟ از عملش میدونم، از عملش. به همون عمل اگر انشالله مرد، مادام که اهل مسجد بود، مادام که اهل ذکر بود، مادام که شکرانه نعمت خدا را میکرد، مادام که وقتی که پولش به نصاب رسیده بود زکات مال خدا ادا میکرد، پس طبق وعده خدا و پیغمبر این مرد جنتی ای. گر ببینی میل خود سوی سما، بال میزن مثل آن مرغی هما. مرغی هما را میدونه نه؟ مرغی بخت، مرغی دولت. در قصه ها اومده است که زمانهای پیش اگر پادشاه نخست میمرد، فرزند که نمیداشت، بازی مخصوص بوده است، مرغی هما میگن، بازی دولت، همون را میپردوفتیم. در هوا چرخ میزده است، چرخ میزده است، در کتف کسی که میشیشته است همون را پادشاه تعیین میکردیم. اگر به شرطی که میل تا به سوی عبادت خدا میبینی، خشا به حالت شادی کن، انشالله در راه درستی، راه تا ادامتی. ور ببینی میل خود سوی زمین، نوحه میکن هیچ منشی نسعدی. اما اگر میل محبت به همین زیناکاری دیدی، به ریباخوری دیدی، به حرام خوری دیدی، به شراب نوشی دیدی، اولیم دیر نشید از توبه کن که پروردگارا از من چی گناه گذشته است که اینقدر دلم سخت چیده؟ از من چی گناه گذشته است که محبت به نمازیت ندارم، محبت به روزهیت ندارم، محبت به عبادتیت ندارم؟ ولی که دیر نشده است توبه کن. پس این هدایتی که خدا برای ما و شما داده است، قسم به خدا واقعا باعث تقدیر است. خشا به حال ما، خاصتا ما مسلمان ها، چی دولتی بزرگ داریم، چی نعمتی بی بها داریم که پروردگار متعال به یگان محنت و مشقت ما و شما را مسلمان خلق کرده است. یکی از سبب‌های اون که بسیاری برادران به قدر این نعمت نمیرسند، به قدر اسلام نمیرسند، همین است که مفت یافتیانش، یگان مشقت نکشید. پدر و مادر مسلمان تولد چه کرده است؟ ای گرانجان خار میبینی مرا، زان که بس ارزان خرید است. تو میگم او را خار میبینی برای که ارزان و مفت دستت اومده است. اگر مشقت میکشیدی به قدر نعمت میرسیدی. در بعضی مسجدها میرای اعلان میشود که امر معروف، نیمی مسجد میبرین میرون و به قدر این نعمت نمیرسند، به قدر امر به معروف و نهی از منکر نمیرسند. اگر اونو معنای ای را میفهمیدن، ای چی نعمت بدنش میدونستن، در نماز جمعه میرفتن اندک دیرتر که در دروی مسجد جاشونه میرسید، در بالای افتاوی تفسان میپرتفتن جاشونه، مردم میدیدن که با چی شوق رغبت گوش میکردن، بعد به قدر این نعمت میرسیدن. اگر اینو در مملکت زندگی میکردن
مثل ازبکستان که امر معروف و نهی از منکر معنی اجازت گپ زدن از اسلام نمیتن شو، بعد به قدر این نعمت میرسیدن. افسوس که مفت به دست اومد است، به یگان مشقت چیزی که مفت بیاید متاسفانه مردم به قدرش نمیرسن. قدر اسلام از مردای بپرسه که بعدا مسلمان شدن که چی نعمتی بزرگی، چی دولتی بزرگی. در هندوستان یک زمانه همو در هنگام اجتماع تبلیغی ها یک امریکایی از جاش میخیزه، یک امریکایی زنگی نیگر میگه السلام علیکم ایها قوم الظالمین، سلام بر شما ای ظالما، ای قوم ظالم. هم حیران بشوند که سبحان الله، آخی در اینجا مسلمان ها جمعن، داعی ها جمعن، این خطا کرده باشه باز تکرار میکنه. بعد میگن تو چی گفتستی؟ با جای مسلمین بگوی ظالمین میگوی. گفت مردم من در 45 رسیدم نو فهمیدم که اسلام چی است. 45 سال عمر من بر عباس رفته است. در 45 سال یک آدم یافت نشید که بیای بگه که برادر در روی دنیا دین اسلام ای، اینه قرآن بزرگ شای، پس شما ظالم نیسته چیه؟ پدر و مادرم با کفر از دنیا رفتن، به ایمان از دنیا رفتن. یک نفری شما پیدا نشید که بیای بگه که ای مردم این دین مبین اسلام، شما در گمراهی و ضلالت، شما مشرک شده، اگر چند اهل کتاب هسته اما شما کافر کتابیه، این نجات، این خلاصی از دوزخ، به ایمان از دنیا رفتن. شما ظالم نیسته چیه؟ در روی دنیا میلیاردها مشرک ها زندگی میکنن، پروا نداره شما. دین حق، مذهب حق، راه حق، اما در پهن کردنش، در انتشار دادنش دست بالای دست نمیگذاره. ظالم نیسته چیه؟ راستو گفتم. سلام بر شما ای